سلام، چطوری؟ خوبی داداش؟ جان کدوم در؟ آها. خب میگی من چیکار کنم؟ گیر کرد. تو مؤسسه آموزش نجاری میدیم، من باید بلد باشم بیام این رو برای تو درست کنم. خیلی خوب بابا، بذار ببینم که چی داریم اینجا بردارم بیام. باشه استاد استاد. بله. فعلا خدا. خوبی؟ استاد کدوم یکی از این رنده ها بود برای اینکه در ریگلاژ بکنیم اگر گیر میکنه؟ برای گیر من فکر کنم یه کدوم از اینا انجام میدادین. این بود. این چی اسمش؟ رنده بغل دور هم. خب اینو کار باهاش به من یاد میدی؟ من یه کار فورس دارم باید برم. خب ببینید، ما اینجا اول باید از تیز بودن تیغمون مطمئن باشیم. خب بس تیغه رو در میاریم. مثلا نوع دیگه تیغه فولادی داریم که با یک زاویه برش 25 درجه تیز شده. اگه تیغمون تیز بود که فعلا، اگه تیز نبود تیغ تیز میکنیم، دوباره جای خودش قرار میدیم. شیال هایی که پشت تیغ داریم روی این دستگیره مقدار تنظیم بارگیری سر جای مناسب. استاد این مگه فرق میکنه با بقیه؟ نه. خب بریم کار باهاشو بهم یاد بده. اینا رو که توی رنده قبلی هم بهم گفت. تنظیم میکنیم، نگهدارنده تیغ رو سر جاش میذاریم، صفر میکنیم. خب این رنده دو تا گونیای تنظیم داره. یه گونیای افقی هست، یه عمودی. یه گونیای عمودی هست. حالا اینو کجا کار میکنه؟ این گونیای عمودی تنظیمی که میزنیم مقداری که رنده ما مجاز هست پایین تر بره رو برای ما تعیین میکنه که ما از اون سطح پایین تر حد مجاز رو کی تعیین میکنه؟ مقدار نیازی که اون در باید تا باز و بسته شدنش گیر نکنه ما رنده میکنیم. بیشتر رنده کنیم بادخور درمون زیاد میشه و مناسب نیستش. بس این گونیا رو تنظیم میکنیم در ارتفاع مناسب. این گونیای افقی هم به ما اجازه میده که چه مقداری از طریق افقی رنده ما بتونه به داخل. استاد عملی به من اینجوری. خب ما اینجا توی یه دونه در اگه دقت کنیم یک لبه داریم، یک قاب داریم و یک لبه. گونیای عمودی ما روی لبه بیرونی قرار میگیره. اینو شما یه لحظه نگه دارید. من رندم اینجا که میذارم ارتفاع این گونیا الان تنظیم میشه. حالا من میخوام 2 میلیمتر پایین تر برم، 3 میلیمتر پایین تر برم، اینو میارم بالاتر که بیشتر رنده کنه. آره صفر میکنم. حالا این رنده کنه به اون ساعت 1 میلی یا 2 میلی یا هر چقدری که ما نیاز داریم، بیشتر نمیره پایین. دیگه پایین نمیتونه بره. این حد مجازه. بله. از این طرفم گونیای افقی ما سطحی که این تیغه ما میتونه به طرف داخل بره رو تنظیم میکنه. یعنی اگه این گونیا نباشه ممکنه این رنده به این لبه آسیب بزنه. ولی ما این گونیا رو که اینجا میبندیم این فیکس در میاره که تو چه مسیری بره بیاد. مسیر دیگه انحراف نیست. وقتی که این تنظیم شد شما با یه نکته دیگه ای که حالا انجام تنظیم باره و کار خاصی نداره. خب انجام بدید شما ببینید. شما این رو رنگ میزنید به این صورت که بتونید بارگیری کنید ازش. خب مرسی. ما رفت. کجا رفتین؟ شما فعلا با فنیشو فنیشید تا ما برم ببینم این کارش به کجا میرسه.